السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روش حفظ نمودن قرآن عظیمشان، طریقه و راههای وجود داره که ما قرآن عظیمشان را به شکل درستش حفظ بکنیم. پس بعض روش‌هایی هست که را اشاره میکنیم تا ما بتونیم حفظ قرآن عظیمشان را به شکل درستش حفظ بکنیم. در قدم نخست باید روخانی قرآن عظیمشان را درست بلد باشیم. یعنی اکثریت مردم ما شما که با مشکل روبرو میشن در حفظ قرآن عظیمشان این است که اونا در بخش تجوید مشکل دارن، در بخش روخانی مشکل دارن، در بخش قرائت مشکل دارن، در بخش تلفظات مشکل دارن. پس در ابتدا ضروری هست که ما باید روخانی قرآن عظیمشان را درست یاد بگیریم، قواعد تجویدش بفهمیم. بعد از اون برای ما حفظ نمودن خیلی آسان میشه که باید روخانیش درست بلد باشیم. در غیر از اون در مشکل روبرو میشیم. دوم، حفظ نمودن از جزء اخیر قرآن عظیمشان. چرا از جزء اخیر حفظ نمودن؟ چون سوره هایی هستن در اونجا کوتاه و آیات های کوتاه داره. برای کسایی که جدید میخوان حفظ بکنن خیلی مفید تمام میشه. آیاتش کوتاه هست، سوره هاش کوتاه هست و اکثریت سوره هاش ما شما حفظ هم داریم و او تشویق به ما میشه که ما بتونیم دیگراش هم حفظ بکنیم. اگر سوره بقره شروع کنیم جزء اول باز برای ما کم مشکل پیدا میشه، شاید باعث دلسردی باشه و نتونیم حفظ بکنیم. پس به او خاطر حفظ نمودن از جزء اخیر قرآن عظیمشان این هم روش خوبی است که باید از این طریق استفاده بکنیم. روش سومی هست که ما وقتی میخوایم قرآن عظیمشان حفظ بکنیم از یک مصحف استفاده بکنیم. مثل که شما در اسکرین میبینین مصحف عثمانی. اکثریت قرا از این استفاده میکنن و این صفحه تمام است. صفحه تمام به این معنی که هم در اول صفحهش آیه هست و هم در اخیر صفحهش آیه هست که وقتی یک کسی او را حفظ میکنه امو به ذهن و به فکرش حک میشه، میمونه به ذهنش. وقتی که تکرار میکنه با خود باز میفهمه که من در کدام طرف صفحه هستم، این اخیر صفحه هست، وسط صفحه هست، این آیه اخیر است. این تمامش برش معلوم میشه. اگر ما از مصحف مختلف استفاده بکنیم، بعضی مصحف ها هست که مثلا اونا امو یک آیهشون در وسط میباشه، یکیش در اخیر که میباشه، او مثلا نصف آیه در آخر صفحه میشه، نصف آیه در صفحه بعدیش میباشه. به او اساس اگر ما از یک مصحف استفاده بکنیم امو صفحه و امو آیه تمامش در ذهن ما حک میشه، به ذهن ما میمونه، باز ما در آینده با مشکل روبرو نمیشیم. اکثریت کسایی که حفظشون گدوت میشه به می خاطر است که اونا از مصحف‌های مختلف استفاده کردن. پس اگر میخوایم که حفظ ما درست شه از یک مصحف استفاده بکنیم. روش چهارم، حفظ نمودن نزد استاد. یک استاد را ما بر خود انتخاب بکنیم که در تقوا و دیانت و در بخش تجوید و قرائت تجربه کافی داشته باشه و انسان نیک باشه. نزد زو باید حفظ بکنیم. شاید به نزد خود وقتی ما حفظ بکنیم حفظ بتونیم، ولی در آینده با مشکلات روبرو میشیم. چون وقتی ما حفظ میکنیم به ذهن و به فکر خود میگه من اشتباه ندارم، اما وقتی نزد استاد تر میکنیم، وقتی نزد استاد درس میخوانیم، پس او برای ما خیلی مفید تمام میشه. چون اما اشتباهات و غلطیایی که ما متوجه نشدیم او ما رو متوجه میسازه و در آینده ما با مشکلات روبرو نمیشیم. پس این چهار روشی بود که ما میتونستیم قرآن عظیمشان را به شکل درست و به شکل صحیحش حفظ بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.